مگه میشه یه جامعه ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمیشه. خیلی تو جامعه ما داره دروغ گفته میشه و دروغ بیچاره میکنه یه جامعه رو. دروغ جهنم تاریکیه. با دروغ نمیشه نور ایجاد کرد، نمیشه روشنایی ایجاد کرد. دروغ از شراب بدتره، ولی متاسفانه تو جامعه ما شده جزء عادی ترین مسائل. بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ تو بازار میری دروغ میگن، تلویزیون رو وا میکنی دروغ میگه، روزنامه میخونی دروغ میگه. میشه بگید این همه دروغ تو این مملکت چیکار میکنه؟ آقا رو آوردن پشت تلویزیون. شما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو عجیب بود، هم اینجا هم بعضی جای دیگه ما عراق رفته بودیم، یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد. جوری تنظیم کرده بودن بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخوانم. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ تو این مملکت چیکار میکنه؟ به زنش هم آدم میتونه دروغ بگه برای اینکه چمش رو به دست بیاره. برای اینکه چمش رو به دست بیاری همه سر شیره به مال، هی دروغ بگو هی دروغ. حالا اونم نمیدونه شما دروغ میگی، خیال میکنه راست میگی، دیگه محبت شما میره تو دل او، دیگه میمیره برات. این همه دروغ گفته. چی؟ دروغ بگو. او چند سال دیگه میخوام از این محل بریم شمرون، کشتی نیاورون، اونجا هواش بهتره. مثلا نمیخوای بری بگو، شبا هی دروغ بگو تا صبح. تا صبح چی؟ دروغ بگو. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ تو این مملکت چیکار میکنه؟ وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیر گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزاد وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ تو این مملکت چیکار میکنه؟ هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را. در مورد اینکه شما فرمودید جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذارد ما او رو مسلمان نمیدونیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت مثلا تو زاهدان هستن و ظلم زاهدان، نه هیچ کدوم توسل قبول ندارن. اینا رو همه شما تکفیر میکنید. بله ما تکفیر میکنیم، بله ما تکفیر میکنیم، بله ما تکفیر میکنیم. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تعالی بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن. چرا دروغ میگیم؟
کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ توی این مملکت چیکار میکنه؟ آقا رو آوردن پشت تلویزیون، ما یارانه انصراف میدیم. برو خجالت بکش. تو چند میلیارد وام 4% گرفتی؟ دروغ. تو چقدر پول بیت المال مردم خوردی؟ پول در پارو بالا میره از وامی که از بیت المال مردم گرفتی. کلی جوان موندن برای 2 میلیون وام نگرفتن، تو میلیاردی وام گرفتی، رانت گرفتی. اومدی میگه انصراف میدم یارانه. خجالت نمیکشن اینا؟ در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا ما دروغ و خلافی ببینیم محکم جلوش می‌ایستیم، ولو اون دروغ از نظر سیاست به سود کارها تلقی شده. وقتی با وزیر مصاحبه می‌کنی من یارانه نمیگیرم، نه بیا بگی. میشه بگی حقوقت چقدره؟ میشه حقوقی تو آقای وزیر میشه نشون بدی؟ میشه بگی آقازادت تو کدوم کشور خارجی درس میخونه؟ میشه بگی تابعیت کجا رو داری؟ خجالت نمیکشن اینا انقدر دروغ میگن صبح تا شب؟ کارگر به من زنگ زده حاج آقا شرعاً اشکال نداره بگی 2 تا قبض آب و برق برات میاد بهت میگم چه خبر میشه. چرا دروغ میگن اینا انقدر؟ دروغ پردازا بدونن همین نوجوان‌ها و جوان‌ها که گهگاه فریب دروغ امروزت را می‌خورند همیشه در این حال نمی‌مانند. فردا ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار میشن و قصد و لعن و نفرین میفرستند که چرا ماها یا سالها اونها را فریفته بودیم. طرف تو قم نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن یارانه. تو با مردمی اصلا؟ شو عید شاد بچه ما هم دلش بخواه یه گوش بخوره یه مرغی نگون چندی 6 تومن نتنی بخیره ما از منده این ناموزمان اقتصادی ما بوده نجاست جانان نیساز میکن میخواه خدا خوشی میاد. طرف تو قم نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن یارانه. تو میدونی فقر چیه؟ میدونی مستاجر بودن یعنی چی؟ الان یه خونم میخوام خارج بشم، میخوام خودکشی کنم. یعنی چرا؟ من که یک سون خاک شدم 3 تا فرزند شهید دارم، یعنی عرض کنم خدمت و باید که مردم بخندن. 6 تا بچه عرض کنم فوق لیسانس فوق دیپلم، همون که دیپلم گرد عرض کنم خدمت داری کارگری کار. میدونی کارگر قرار دادی یعنی چی؟ ما علم و شرمندهی هستی زن تو میدونی فقر چیه؟ میدونی مستاجر بودن یعنی چی؟ به امام حسین دختری 5 سال حق داریم، آجا حاضیه نداریم بهش بدیم. پسرامونه نمیتونیم یه حلقه نامزدی براش بگیریم. ما باید با فقر و بدبختی تا چی دست پنجه نریم و نداری تا چی بسوزیم. مردامون تا چی کنار خیابونا بیکار میشنن و تو روزن هاشون شرمنده باشن تا چی؟ ما در نیدلمونو بریم برای چی بگیم؟ چی بدانیم؟ باید هر چه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم. مجلسی که تصویب کرده 600,000 تومان حقوق کارگر رو غلط میکنه، میگه انصراف بدید از خود نماینداش با حقوق میلیونی دارن یارانه میگن. چرا انقدر دروغ میگن اینا به مرد؟ آدم خجالت میکشه بگه این صدا سیما ایران یه هفته از تلویزیون ما داره دروغ میگه راجع به یارانا. چرا دروغ میگید به مرد؟ غلط میکنن دروغ میگن. وزیر رو آورده میگه انصراف میدم، تو غلط میکنی. چرا دروغ میگی به مردم؟ 240,000 تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. آقای گمنام شخصی یکی داری؟ 3 ساله. شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم. من اومدم دوستاتم دیدم مامان تو نبودیم مامان دیگه میرم خونه مامان. 240,000 تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. رفته با کارخونه دار صحبت میکنه. کارخونه دار چقدر وام گرفته قسطش عقبه. این بدهکاری بانکی که ما داریم پدر اقتصاد ما رو درآورده. چند نفرم بده ایشونو ندادن؟ 30 نفرن اون کلانی که پولای میلیاردی گرفتن ندادن. جوونای ما واسه 2 میلیون وام گرفتارن. اونایی که میلیاردی وام گرفتن نمیرن قسط بدن چند نفرن اونا؟ برو یقه اونا رو بگیر. چرا دروغ میگی به مردم؟ این سمینارهای مسخره که میگیرن میلیاردی خرج میکنن جلوی این افراطا و تفریطا رو بگیر. جلوی این پولای هرزه رو بگید دارید خرج میکنید. نه 4 تا کارگر بدبخت مذهبی هم هستن مقلدم مثلا زنگ زدن حاج آقا من حقوقم اینقدر چیکار کنم بگیرم حروم نباشه گناه نکنیم. من چی جواب این جوونو بدم؟ درس خونده زحمت کشیده مهندس شده برج 1 میلیون حقوقش فوتبالیست توی مملکت از پول بیت المال 2 میلیارد 3 میلیارد پول گرفته میگه آقا من شب عیدی رفتم از بابام 50 میلیون قرض ای بمیرم برام. اون فولادی که پول داره میده 2 میلیارد 3 میلیارد فوتبالیست میخره کارگرش جلو کوره داره 1 میلیون میگیره 600,000 تومان میگیره 1.5 میلیون میگیره. از پول بیت المال داری پول میدی به اینا. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ کوروش کبیر مال 2500 سال پیشه. نمیشه خدای مملکت من از دروغ حفظ کن.
میگه مملکت منو از دروغ حفظ کن. لباس پیغمبر اگه من تنم کردم اخلاقم مثل پیامبر نیست، این دروغ. این لباس سر تا پای این لباس دروغ. ظلم کثیفی است. من چی نشون میده سر تا پا؟ مردم توی خوابه میگن التماس دعا، میدونن تو خلوت ما چه خبره؟ بابا چرا شاه درست میکنی؟ چرا بت درست میکنی؟ بت‌ها رو پیغمبر شیکون، هر چی بت تو کعبه بود ریخت دور. بت پرستی ممنوعه. آدم پرستی بدترین نوع بت پرستیه. بت پرستی ممنوعه. فلانی خواب دیده، فلانی دیده نور دیده، فلان چرت و پرتا چیه؟ اومدی میگی نور میزده بیرون، یا میخوای منو خر کنی یا خودت خر؟ یه چیزی هست این وسط. با دروغ نمیشه نور ایجاد کرد، نمیشه روشنایی ایجاد کرد. آقا چه نفسی داره، من آب دهنیشو خوردم شفا گرفت. کی آب دهنش شفاست؟ بگو من برم پیشش. چرا چرت و پرت میگیم؟ اگه این لباس پیغمبر تن منه، کو اخلاقه؟ تو چرا کفشو من جفت میکنی؟ تو بر چی دلا میشی دست من؟ عقل نداری مگه؟ چه بساطی درست کردی؟ بر چی به من میگی التماس داد؟ تو پول دادی من اومدم اینجا سخنرانی، تو پول دادی من پول گرفتم، تو به من میگی التماس؟ عرق من شفاست؟ چی این کارا رو میکنی؟ عقل داری؟ بعد چرا دروغو میخرید از آدما؟ چرا دروغو میخری؟ تو میخری که میگن. تو جامعه که دروغ بشه قانون، دروغ بشه یه ترفند، سیاست. میگه کی سیاست داره؟ چه هر کی دروغ میگه سیاست داره. از چرا مردم رو می‌فریبد؟ از طریق وعده آب و نان که وقتی با شما مواجه می‌شود سخنرانی می‌کنند، شعار می‌دهند، گفته اونها شما توده های مردم را فریبده خود. وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم. برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می‌کنند، جور به استخدام می‌گیرند، شرف و انسانیت را به استخدام خود می‌گیرند، دروغ می‌گویند، فریب می‌دهند، خدا را شاهد می‌گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملتم. خدا را شاهد می‌گیرد در این که من میخوام این مملکت نجات و علت الحساب، ولی روحیش لجوجترین کینه‌ورزترین مردم از نسبت به طبع تا وقتی سوار کار نشده وعده میدهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کنه. کدوم کذاب وارد بهش میشه؟ شما بگید من بدونم. یه کذاب بگید وارد بهش میشه. کلامی پستر از دروغ نداره. حالا دروغ چیه؟ یک، خلاف واقع حرف زدن دروغ. دو، بعضی وقتا سکوت دروغه. ظلمو با چشاش میبینه سکوت میکنه. چرا سکوت میکنی؟ برا منافعت داری دروغ میگی. بعد دروغ از آدم چی درست میکنه؟ آقایون، گناه کثیفیه دروغ، ظلم بزرگیه دروغ، گناه کثیفیه. ما به همه دنیا گفتیم ما مسلمونیم. 38 تا آیه تو قرآن میگه تعقل. چرا کسی فکر نمیکنه تو این جامعه؟ تعقل هست تو این جامعه. اگه فکر باشه که اینجوری نمیشه که جامعه رو اینجوری کسی نمیتونه اداره بکنه که نمیشه انقدر دروغ بگی. بزرگترین دروغ اینه که ما به خودمون میگیم مسلمان. اسلام قانون داره، چارچوب داره. شاید یکی خواست به این قرآن بیاد عمل کنه. آقایون، قیامت قرآن یقه ما رو میگیره. یکی از شاکی‌های ما قیامت قرآنه. قرآن میاد میگه تو چه حقی داشتی منو گرفتی به من عمل نکردی؟ ولش میکردی یکی دیگه برش میداد. بیاید دروغ نگیم با هم. هر جوری باشیم بر ما حکومت میشه. بیاید دروغ نگیم تا دروغ بمون نگن. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما. هوشیار باشید، از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید، بیدار باشید.